مسئولان امنیتی ولایت‌های تخار و کندوز در خصوص پاکسازی ولسوالی دشتیارچی کندوز از وجود مخالفان مسلح حکومت مصمم هستند. مسئولان امنیتی ولایت‌های تخار و کندوز با تشریک مساعی نیروهای امنیتی مصمم‌اند تا ولسوالی دشتیارچی کندوز را به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح حکومت و به ویژه تروریستان خارجی تصفیه و پاکسازی نمایند. بر اساس معلومات، ولسوالی دشتیارچی ولایت کندوز یک از مراکز مهم و استراتژیک مخالفان مسلح حکومت به حساب می رفت که از این ولسوالی تمام پلانهای طالبان مسلح و حملات آنان بالای ولایت‌های زون شمال شرق طرح‌ریزی می گردید. جنرال احمد حبیبی، قماندان لیوای دوم پیاده 209 شاهین مستقر در ولایت کندوز، با رادیو آزادی گفت که همکنون بیشتر ساحات دشتیارچی از حضور طالبان مسلح تصفیه گردیده و در نتیجه آن 26 تن از طالب مسلح کشته و 16 تنشان زخمی شده اند و عملیات تصفیه نیروهای مشترک دولتی هنوز هم در این ولسوالی جریان دارد. تخار ولایت ته د دې د خپل د خواجه‌غار یو څو قسمتونه چې په دشمن دینه قوي سنگر جوړ کړي او دا چې دا د دشمن د وجود څخه تصفیه او تلاشي شو او په دې کې زمونږ امنیتي قواوې زیدي او دشمن د دې ساحې نه کاملا وتلی دی. دشمن ډېر درانه تلفات لیدلي دي او ان شاء الله زمونږ عملیاتونه به د جناب محترم رئیس جمهور په هدایت باندې موږ خپل عملیاتونو ته ادامه ورکوو. دشمن چې په هغه باقي ساحو کې پاتې دی هغې نه به هم تصفیه او تلاشي کوو. و می افزاید که در این عملیات با افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. از جانب دیگر نور محمد حکیمی، قماندان امنی ولایت تخار که به هدف سرکوبی طالبان مسلح به ولسوالی دشتیارچی کندوز آمده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تخار و کندوز در یک هماهنگی مستحکم پلان دارند تا ولسوالی دشتیارچی را نیز از حضور طالبان تصفیه و پاکسازی نمایند تا در آینده از این ناحیه دوباره ولایت تخار مورد تهدید قرار نگیرد. و چون دشمن از ساحه ولسوالی خواجه‌غار و یک قسمتی از شهر دشتیارچی و یک قسمتی از دشتی ساحه مکمل پاکسازی شد. فعلا خط مقدم جبهه در ساحه پل مومن قرار دارد و این ساحه‌ای که می‌بینید ما در منطقه است. از سوی دیگر محمد عمر عمری، ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار که به هدف اشتراک در عملیات تصفیه به ولسوالی دشتیارچی کندوز آمده و میگوید بیش از 50 قریه ولسوالی خواجه‌غار به شمول قریه قزاق، زردکمر، منچقر، چشکه، قرلق، گلتپه و غیره کاملا از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردیده است و تا پاکسازی کامل ولسوالی دشتیارچی کندوز از وجود طالبان مسلح در کنار نیروهای دولتی و در عملیات حضور می داشته باشم. بر اساس گفته‌های مسئولان محلی ولایت کندوز، عملیات تصفیه‌ای که در ولسوالی دشتیارچی این ولایت جریان دارد بالای روحیه مخالفان مسلح حکومت تأثیر منفی گذاشته است و توان جنگیدن رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.